اگه اکانت دیسکورد داری یا میخوای اکانت دیسکورد رو سازی، این ویدیو به داره میخوره. کافیه تو فروشگاه پلی استور سرچ کن دیسکورد، یا اگه حالش نداری بیاد کانال تلگرامم که لینکش تو کپشنه، اونجا برات فایل نصبش گذاشتم. کسی که شیر نمیکنه، ولی تو بکوب لایک ها. بعد دانلود نصب دیسکورد رو با وی پی ان باز میکنی، گزینه ریجستری رو این پایین انتخابش کن، از این بالا ایمیل انتخاب کن و ایمیلی که میخوای باشه اکانت دیسکورد بسازی اینجا وارد کن. اینجا یه یوزرنیم که توی دیسکورد میخوای نمایش داده بشه تو با اون اسم شناخته شی یا وارد میکنی، باید منحصر به فرد باشه. اگه این بخش ارور داد یه ذره تغییرش بده، مثل یه خط تیره یا یه عدد، تا ارورش برطرف بشه. اینجا هم یه پسورد برای اکانت دیسکورد انتخاب کن. اینجا باید یه تاریخ تولد برای خودت انتخاب کنی که پیشنهاد میکنم یه جوری انتخاب کن که بیشتر از 18 سال بشه. مثلا من اینجا میذارم رو 2001 که فکر میکنم بشه حدود 22 سال. این تیکه قبول شرایط رو این پایین میزنی و کریت ان اکانت رو انتخاب میکنی. گزینه کانفرم رو میزنی، بعد یه ذره اینجا صبر میکنی. اینجا یه کپچا برات میاره که مطمئن شه ما ربات نیستیم، که حتی البته الان دیگه هوش مصنوعی میتونه به راحتی اینا رو حل کنه، ولی بعض وقتا انسان رو ربات تشخیص میده. واقعا نمیدونم چی بگم. انشالله که درست تشخیص بده. خب درست شد. حالا یه ذره دیگه دوباره صبر میکنی. اینجا یه عکس برای اکانت خودت انتخاب میکنی. فکر کنم اینو دوست داشته باشم، نه بزن این یکی رو میذارم. بعد نکست رو میزنی. اینجا این تیکا اگه فعال بذارین میتونن دوستاتون با زدن ایمیل یا شمارتون تو قسمت سرچ شما رو پیدا کنن. اگه غیر فعالش کنین دیگه کسی نمیتونه با زدن ایمیل یا شمارتون شما رو پیدا کنه و حتما باید لینک دعوت بهش بدین. بعد گزینه نکست رو انتخاب میکنی. فکر کردی کار اینجا تمام شده؟ نه هنوز مونده. از این پایین این قسمت پروفایل انتخاب میکنین. از اینجا قسمت اکانت انتخاب میکنین. بعد این بالا گزینه وریفای که قرمز نشون داده است رو انتخاب میکنین. بعد اینجا ریسند ایمیل رو میزنین. اگه اینجا این کار انجام ندین شما دفعه بعد که خواستین وارد اکانت دیسکوردتون بشین به مشکل میخورین و باید با آی پی الانتون وارد شین که چون با وی پی ان اصلا دیگه نمیشه. بعدش باید برین توی ایمیلاتون. اینجا یه رفرش که بکنین میبینین که براتون دیسکورد یه ایمیل فرستاد. آخرین ایمیلش که برین یه گزینه وریفای ایمیل داره. این وریفای ایمیل رو انتخاب میکنین و یه ذره منتظر بمونین به خاطر اینترنت ایران. و بعد اینجا کانکشن تو دیسکورد رو میزنین. اینجا اوپن رو میزنین. البته برای شما شاید یه ذره فرق کنه چون من تو فایرفاکس هم، شاید برای شما تو کروم باشه. تبریک میگم، شما اکانت دیسکوردتون رو ساختین.